ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 14-умро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамқулов бишнавед. همین گونه خصلت و طرز بیان، یک درجه دغلی و سخت گپی، بدمعاملگی، تیز و تندی و سخت زبانی پدر به پسرش تأثیر نرسانده نمی توانستند که بعضی از عنصرهای چنین معامله و مناسبت، خلق و اطوار و طرز سخنرانی پدر در آینده به خود صدرالدین سرایت نموده بودند. بعدها خود عینی هم تأکید می کند که احوال، خلق و اطوار و خاراکتری پدرش سید مراد خواجه به معامله و مناسبت و حیات شخصی خودش تأثیری بزرگ رسانده بوده است. عینی در این باره این طور می نویسد: من درباره احوال و خاراکتری پدرم که با وجودی در خردسالی از او جدا شدنم در حیات من تأثیری بزرگ گذاشته است باز قدر ایستادن می خواهم. پدرم ملاهای رسمی را، امامها، قاضیها و رئیسها را بسیار بد می دید و آنها را هر وقت به نادانی و ناانصافی نسبت داده عیب می کرد. از قاضیها تنها قاضی عبدالواحد صدری سریر را و از امامها بعضی کسانی را که من آنها را ندیده بودم دوست می داشت. در دیهات هر وقت در میان پدرم و امامها جنجال می خیست، لیکن او از آن جنجالها غالب شده می برآمد، چون که او مسئله های نوگی رویمالی را، مسئله هایی را که بعضی کسان برای غالب آمدن در مناظره یاد گرفته می ماندند، چستانها، معماها و حساب ابجد بر این چیزها را، یا معنی بعضی شعرها را که فهمیدن آن به دانستن یگان واقعه موقوف است می دانست. ملاهای رسمی دیهات باشند این گونه چیزها را نمی دانستند. بعضی آنها حتی سواد الفبایی هم نداشتند. انا با این گونه مسئله ها او ملاهای دیهات را مغلوب می کرد و نادان گفته در پیش رویشان تحقیر می نمود. مردم دیهات مخصوصا زنان قاضی ها را بسیار بد می دیدند. از دیهه ما هم یک قاضی برآمده بوده است که من او را ندیدم، اما فرزندان او را من دیدم که آنها را قاضی بچه ها می گفتند. مردم دیهه ما انا همان قاضی را زیادتر بد می دیدند. بیشترین زمینان خوبی ساکتری و سید کنت در دست اولاد همان قاضی بود. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صحیفه 141. از همین سبب سید مراد خواجه از پسرش صدرالدین طلب می کرد که از پی حاکمان زمانش نرود و در زندگی کسب و هنرهای ملایی، امامی، قاضیگی، رئیسی و امثال آنها را انتخاب نکند. موافق تأکید سید مراد خواجه، اکثر مطلق ملاها، قاضیها، رئیسها و امامهای رسمی چی امارت، چی ولایت و تومنها و چی دیهات در حق آدمان مهنتی جبر و ظلم و بی‌عدالتی های گوش خراش ظاهر می کردند. قسمی دیگرشان باشد حتی هم سواد عادی الفبایی نداشتند و هم خیلی نادان و جاهل و بی انصاف بودند. اما
چنین ملاهای رسمی به همه اینها نگاه نکرده در همه کار و در همه جای می کوشیدند که کار و عمل و گپ‌های خطا و ضررناک و نادرست خود را حق برآورند. عینی این فکر خود را تنها با یک مثال عادی، جنجالی بین امام دیهه ساکتری با پدرش سید مراد خواجه اثبات می کند. هرچند در هنگام مرافعه گپی سید مراد خواجه درست برآمد، ولی امام زوم هیچ به نادرستی و ناحقی گپ و کردار خود تن نمی دهد. بنابراین سید مراد خواجه به بخارا رفته روایتی را می آورد که در آن درستی فکر او تصدیق گردیده بود. پدرم می نویسد عینی بعد 3 روز از شهر بخارا آمد. خر را به جایش بسته، خورجین را به لب صفه گذاشت و از احوال اکم به مادرم چیزی نگفته برآمده رفت. بعد از ساعتی آمد که از بشره‌اش اثری اندوهی که در روزی جنجال امام پیدا شده تا حال دوام می کرد تماماً برهم خورده است و در ابرو و چشمانش نشانه خشم و آتشینی نمانده است و با تبسمی شادیانه به مادرم جنجالی با امام کرده اش را حکایه کرده در آخر گفت: من برای درست بودن سخن خود از شهر روایت کرده آوردم و از بغلش کاغذی را برآورده خوانده به ما شرح داد. مضمونش این بود: تلف کردن مال، خواه مالی خودی تلف کننده باشد و خواه از آن کسی دیگر، درست نیست و اگر تلفگار مالی کسی دیگر را تلف کرده باشد به ذم این که او با این کارش گناهگار به شمار می رود، مجبور است که مثل مالی تلف کرده اش را یا ارزشش را به صاحب آن مال گرداند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 146. سید مراد خواجه با آوردن این روایت و اثبات شرعی امام را در نزد مردم دیهه ساکتری شرمنده می کند. او با همین و دیگران اثبات می نماید که دستار کلانی ملایان، امامها، قاضیان، رئیسان و دیگران پسند نکردن آنها گفته های آدمان مهنتکش عادی عاقل را یکی از نشانه های جاهلی و نادانیشان به شمار می رود. همین طور سید مراد خواجه با توسط این مرافعه شرعی دهان این قبیل ملاها، امام، قاضی و رئیسان جاهل و نادان را با مهر مفتی می پوشاند و آنها را در بین اهالی دیه شرمنده می سازد. رفته رفته همه این کار و کردار و عمل و رفتاری با عدالتانه سید مراد خواجه برای صدرالدین خردسال سبق مهمی زندگیش می گردند. و مثل همین سید مراد خواجه آگاه می گردد که از روی عنعنه و عادتهای زمان پسری بزرگش سید محی الدین خواجه را قاضی در ماه رمضان در دیهه موقتاً معلم موسیمی امام تعیین کرده است. او از چنین کار و کردار پسرش بسیار عصبی شده او را به واسطه تقایش قربان نیاز به نزد خود می خواند. سید مراد خواجه پسرش را با سخنانی تلخ و تیز و تند که از چوب زنی و شلاق خوری هم سخت‌تر بودند نصیحت می کند. عینی این لحظه را به طور ذیل به خاطر می آورد. تقاییم بعد از 3 روز اکم را آورد. وقتی که اکم به خانه سلام داده در آمد، پدرم از تگی نمد چوبی را که پیشتر یافته تیار کرده مانده بوده است به دست گرفته
به طرف او دوید. اما تقایی و مادرم او را نگاه داشته گفتند که این کرد او را نصیحت کند. پدرم مجبور شد که مسئله را با نصیحت حل کند. اما این نصیحت از چوب زنی هم سخت تر بود. قاضی ها خوک می باشند، گفت او. آنها از هر کجا مرداری ها یافته می خورند و می خورانند و هر ملا بچه‌ای که به خانه آنها رود خوک بچه می شود. اگر آدم شدن خواهی به یک پارچه نان قاقی که من یافته می فرستانم و به یک کاسه آب که از هر جا یافتنی وی ممکن است قناعت کن. اگر خوک شدن خواهی در میانه من و تو علاقه پدری و فرزندی نمی ماند. اکم قول داد که من بعد به خانه قاضی ها نرود. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صحیفه های 144-145. یا اینکه باز یک دلیل دیگر را از باوجدانی، حقیقت گویی، راست قولی و حلال کاری سید مراد خواجه به خاطر آریم. سید مراد خواجه 1 سال پیش از وفاتش در سال 1888 صدرالدین 13 ساله را برای شهر را نشان دادن و با مقصد راه و اصول و طرز استقامت در مدرسه را آموزاندن به بخارا به پیش اکاش سید محی الدین خواجه به مدرسه میر عرب می آرد. سید مراد خواجه در آنجا تصادفاً از امیر باز و دیگلیس آشخانه امیر عبدالاحد شدنی سید اکبر پروردگار خواجه و پسرش محی الدین خواجه آگاه و خبردار می گردد. او در این حالت به آنها با قهر و غضب و نفرت می نگرد و صدرالدین را سخت تأکید می کند که در آینده در هنگام تحصیلش در مدرسه در بخارا به این کار و کردار سید اکبر و سید محی الدین خواجه تقلید نکند و مانند آنها کاسلیس، خوشامدگوی و تملق کار نشود. عینی بعدها همین واقعه را در یادداشت‌ها اینطور به خاطر می آورد: چون امشب امیر به نزد مدرسه میر عرب منزل کرده است، در 143 حجره این مدرسه هم آش پلو پخته شده است و حال آنکه در یک قسم این حجره ها کسانی استقامت داشتند که در آن یک زمستان 1 بار هم باشد آش پلو پختن به آنها میسر نمی شده است. این گونه ملا بچه های قشاق هم قرض کرده یا مصالح آش پلو را از قصاب و بقال به نسیه گرفته به امید قبول امیر آش پلو می پختند. سید اکبر در آخر سخنش با یک آهنگ مغرورانه گفت: امشب از بین 143 دیگ آش خوشبختانه آش ما قبول یافت و این آش گوشت مرغناک از آشخانه پادشاهی است. پدرم در اولهای تفصیلات سید اکبر سخنان او را گوش داده آش خورده می ایستاد. چون در نیمه حکایتی وی چی بودن مسئله را فهمید، از آشخوری باز ایستاد و در وجاهتش علامتی خشم و غضب پیدا شد. من گمان داشتم که او همین زمان خلچوبش را برداشته اکه‌ام را خواهد زد، اما این طور نکرد. بعد از غنداشتن دسترخوان هم خیلی وقت بیدار نشست. نه به سید اکبر و نه به اکه‌ام چیزی نگفت و حتی بروی آنها نگاه هم نمی کرد و مانند شیخان خانقاه نشین چشمانش را پوشانده و سرش را خم کرده می نشست و گاه گاه سری خود را قدر بالا گرفته آهی می کشید و باز
سرخم می کرد. وقتی که روز سفید شد، او از جایش خیسته به من خطاب کرده گفت: پسرم، بیا تو را هم همراه خود به صحرا برم، چون که تو در اینجا در پیش این امیربازان نه آدابی مدرسه بلکه دیگلیسی آشخانه امیر را می آموزی. من گریه و زاری کنان از او پرسیدم که مرا به این زودی به صحرا گردانده نبرد، تا که روزی چند در اینجا مانده شهر را تماشا کنم و ملا تقاییم را، ملا دهقان را بینم. او راضی شد که من موقتا در شهر مانم و به طرز جدی: لیکن هوشیار باش که مانند اینها نشوی. اگر به گفته های من عمل نکنی، روی تو را هم نمی بینم. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه های 154-155. همه این مشاهده ها، صحبت ها، سفرها و تعلیم و تأکیدهای سود بخشی پی همی پدر، مادر، ملا دهقان و بعضی دیگر خیشان و آدمان نیک به عینی مدد رساندند که از سن طفلی و خردسالی به تمام پهلوهای متفرق و سیرتضاد زندگی، مناسبت‌های انسانی، کردار و رفتار آدمان گوناگون طبقه و مختلف گروه از نقطه نظری تنقیدی نگرد، نیک را از زیشت، خوب را از بد، خیر را از شر فرق کند، به ماهیت ضدیت‌های در حیات موجود بوده درست سرفهم رود. در روند و جریان آن روزها عینی به خاطر می آورد که در کار تربیت در عائله نه سید مراد خواجه و نه استا عمک هدایت خواجه فرزندانشان را هیچگاه نزدند. مثلا هنگامی که استا عمک پسرش اکرام خواجه را به واسطه دوغ و پوپیسه تهدیدی زدن می کند، او به صدرالدین خردسال بعد از چنین تهدید می گوید: تو ترسیدی که من اکرام اکات را می زده باشم؟ نه، من نمی زنم. خر بچه‌اش را نمی زند، گاو بچه‌اش را نمی زند. آدم چرا فرزند خود را زند؟ من او را هنر یاد گیرد گفته پوپیسه کردم. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه های 70-71. راه و رویه و اصول و طرز معامله و مناسبت استا عمک در تربیه فرزندان با راه و رویه و طرز تربیه سید مراد خواجه قریب یک خیل بودند. استا عمک مثل سید مراد خواجه هم می کوشید که در فرزندان خصلت‌های بهترین و خیرناکترین و نیکترین انسانی و خلق و اطواری برجسته آدم و آدمگری پیدا و جایگیر شوند. از اینجاست که عینی هم از استا عمک بسیار خصلت‌های نیک و نجیبی را که بعضی آنها را حتی در پدرش کم دریاب می کرد می آموزد و از بر می نماید. بعدها عینی در این باره چنین نوشته بود: استا عمک غیر از خویشی با پدرم دوستی بسیار نزدیک هم بود. هر یک به آن دیگر جوره گفته خطاب می کردند. در فکر و در عقیده شان در حق آدمان هم هر دو یک بودند. فقط فرق در اینجا بود که استا عمک شیرین زبان، خوش معامله و شیرین کارنما بود و کاری بدی آدمان را با شیرین سخنی برویشان میزد. چنانچه ما عزیز خواجه نام همسایه داشتیم.
او اعلام خواجه نام پسرش را به درخت بسته سخت زدن گرفت. استا امک فریاد اعلام خواجه را شنیده به حولی آنها گذشت و دست عزیز خواجه را داشته: بس کنید، ایشان امک توبه کرده است، من بعد از گفت و فرمان شما نمی براید گفت. این دیوانه شده است، این را زده هوشیار کردن در کار است. این توبه را نمی داند. گویام عزیز خواجه جندله کرد که از دست استا امک رهایی یافته پسرش را زند. استا امک گفت: ایشان امک، شما غلطی آدم بوده اید. مگر دو دیوانه را، عزیز خواجه و اعلام خواجه را، در یک حولی نمی مانند؟ و حالان که در دهه خودمان ساکتری، من 10 حولی را می دانم که در هر کدامش 2-3 دیوانه هست. استا امک با این سخنی خودی عزیز خواجه را دیوانه گفته بود و این چنین دیگر ایشانهای دیوانه خانی آن دیه را نیز سنگ زده بود. لیکن همه این گپ‌ها نیز با شیرین زبانی گفته شده بودند. شنونده به خودش دخلدار بودن این سخنها را فهمد هم به جواب گرداندن سخن مناسب نمی یافت. اما پدری من سید مراد خواجه 1 درجه دغل و سخت گپ بود. او کارهایی به خودش نامقبول را با سخنهایی سخت و تلخ فاش می کرد و از رنجیدن طرفی مقابل هیچ پروا نداشت. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صحیفه 71. چنان که می‌بینیم اگر سید مراد خواجه به عدالتی های جمعیتی و آدمی و خلق و اطوار آدمان جداگانه را با سخنان تیز و تند، سخت، تلخ و درشت فاشافاش می گفت، استا امک در این باره ها با شیرین زبانی، نازک بیانی، خوش معاملگی و ظرافت سخن می راند که این هر دو طرز معامله و مناسبتی هم پدرش و هم استا امک به صدرالدین خردسال تأثیر عمیق نرسانیده نمی توانستند. عینی چی در دهه محله بالا و چی در ساکتری بسیار آدمانی هنرمند، صنعتکار و مهنت دوست را می دید و می شناخت که با آنها مهر و شفقتی مخصوصی داشت و قسمی از آنها از اولاد و خویش و تباران خودش بودند. او به کار و مهنتی چنین همدیهگان خویش با دقت می نگریست و تجربه زندگی و کاری آنها را نظاره می کرد و می آموخت. از جمله عینی از کار و هنری ماهرانه و صنعتکارانه استا امک در حیرت می آمده است و می مانده است. وقتی که او از استا امک هدایت خواجه: امک، شما اینقدر هنر را با کی شاگرد شده آموختید؟ گفته می پرسد، صدرالدین نورس با تفصیل از او پاسخ می گیرد: به سبب آنکه به گفته استا امک اکثر مطلق اولاد و خویشاوندان او استا و هنرمند و صنعتکار مهنت دوست صاحبان کسب‌های گوناگون بودند و بیشترشان به کسب دوریدگری شغل می ورزیدند، استا امک از بچگی به قسمی از آنها شاگرد شده است و کسب دوریدگری را از آنها آموخته است. استا امک به صدرالدین کودک در این باره می گوید: خویشاوندان ما همه دوریدگری را می دانند. نمی بینی که پدرت استا، امکت استا، امک بابایت سید احمد خواجه هم استا بودند. بابا و بابا کلانهای ما هم استا بودند. اما هیچ کدام آنها به کسی شاگرد نشده اند و از یکدیگر دیده آموختند. بعد از آن عقل خود را کار فرموده هنر خود را پیش بردم. در کندکاری من اولین نمونه ها را از سنگ های مزار خودمان گرفتم
و از آن با عقل خود نقش‌های شینمی خوشنما یافتم. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 66. از این بیانات استا عمک، استا خواجه روشن می گردد که قریب تمامی نسل و اولاد و اجداد خواجگان ساکتریگی از جمله بابا و بابا کلان ها، عمک باباها و عمک و عمک بچه های صدرالدین استای یگان کسب هنری از جمله دریدگری، بافندگی، سنگ آسیا تراشی و بسیار دیگر کسب و هنرهایی برای زندگی نهایت ضروری بودند و از حساب یک و یا یک چند از آن کسب و هنرها نان می خوردند. آنها صدرالدین نورس را نیز در همین روحیه مهنت دوستی و ذوق و هوس به یگان کسب و هنر تربیه می نمودند و به وای رساندنی می شدند. همین طور صدرالدین نه تنها از سن طفولیت و شباب درباره کسب و هنر و هنرمندی و مهنت دوستی اولاد و اجداد و خویشاوندان خود آگاه می شود، بلکه دائما کار و مهنت آنها را با چشمان زیرک کودکانه خود دیده از آنها عبرت می گیرد. چی پدرش، چی استا عمک و چی قسمی از خویشانش از همین سن و سال سر کرده صدرالدین را در روح مهنت دوستی اولادی و اجدادی تربیه می کنند و او را وادار می سازند که زحمت و مهنت را حصه مهمترین فعالیت و زندگانی هر روزه خود حساب نماید. مثلا صدرالدین با چشمان خود از جانب استا عمک ساختن نساس آبکشک را می بیند. در اصل آن نساس آبکشک را اولین بار بابای خود استا عمک سید احمد خواجه که برای صدرالدین بابا کلان و برای سید مراد خواجه بابا حساب می یافت در 7 سالگی استا عمک ساخته بوده است. استا عمک هدایت خواجه با عباره تو بچه هنردوست می نمایی گفته به صدرالدین کودک از روی طرح و نقشه آن بازیچه نساس که بابایش سید احمد خواجه برای خودش ساخته بود به صدرالدین خردسال ساخته تقدیم می کند. خودی استا عمک هدایت خواجه از هر یک استا و هنرمند من بعده و آینده طلب می کند که از آغاز کارش از دوره آموزش و شاگردیش کسب و هنردوست باشد و هیچگاه از تجربه استای اصلی و اولین خود قناعتمند نگردد. او باید چنان هنرمند و استای بلند تفکر و با شعور باشد که از عقل خود چیزهای نوی خویش را نیز اختراع کرده تواند و از معلم و استاد خود یک قدم پیش گذرد. او در این باره به صدرالدین خردسال چنین عقیده نهایت مفید و درست را تلقین می کند. اگر شاگرد تنها با آموختن هنری استای خود قناعت می کرد، در دنیا هیچ هنر پیش نمی رفت. رواج دهنده هنرها آن شاگردان می باشند که از عقل خود چیزها یافته به هنری استای خود ضم می کنند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 70. شما گفتار 14 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمکولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.